دکتر صاحب تقریبا هر روز سردرد دارم. گاهی درد از قسمت شقیقی سرم شروع میشه و گاهی هم تا کنار و گوش و فکو میآید. چند ماست که مشکل دارم. با متخصص اعصاب مراجعه کردم، سیتی اسکن MRI هم انجام دادم اما گفتن مشکل وجود نداره. بعد به دکتر گوش گلو بینی هم مراجعه کردم. گوشم هم سالم بود. حتی برای میگفتن شاید از استرس یا فشارهای روانی باشه و دارو مصرف کردم اما هیچ تغییری نکرد. راستش دیگه نمیدارم ملتی درها چی است. اصلا ممکن است این دردها از دندان هایم باشن؟ بله، دقیقاً یکی از حالتهایی که به دندان‌ها مرتبط. دردسرهای مزمن و دردسرهای دوامدار همیشه معمولاً از مشکلات عصبی و یا مشکلات جهاز هضمی و دیگر مشکلات نیست. بعضاً میتونه ارتباط داشته باشه با دندان‌ها، حتی اگر دندان‌های شما کاملاً سالم باشه. امروز میخوایم راجع به 3 سناریوی صحبت کنیم که میتونه ارتباط داشته باشه با دردسرهای دوامدار، اما مشکل واقعی از سیستم جویدن و دندانها باشه. معمولا امکان داره بعضی از شما با دکترهای گوش و گلو مراجعه کنید، دکترهای صحت روان و دکترهای داخله به خاطر سردردی‌های مزمن، اما مشکل اصلی شما یک مشکل خیلی کوچک در بخش دندانها شما در سیستم مفصلی هست. سه حالتی که میتونه باعث سردردی های مزمن بشه در شما. یکی مشکلات دندان عقل. وقتی به سن 18 سالگی یا بین 18 تا 25 سالگی سردردی ها شما آغاز شده باشه، میتونه به خاطر بلند شدن دندان عقل به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم باعث بشه دندان مولر دوم از جا بلند بشه و در نتیجه سیستم جویدن غذا کامل مختل بشه. در همچین حالتهای معمولا وقتی شما دندانها خود خیلی آهسته رو هم بگذاره، میتونیم حس بکنیم که دندانهای آخر دندانهای هست که زودتر از موقع به هم میرسه و باعث میشه دندانهای جلوی شما خیلی به هم مرتبط نشه. در همچین حالتهای میتونه درد در ناحیه شقیقه ایجاد بشه، درد در ناحیه گوش ایجاد بشه که یک درد مرتبط با مفصل و عضلات جویدن هست. حالت دیگه‌ای که میتونه باعث درد در ناحیه شقیقه و درد گوش بشه، حالتی هست که دندان‌ها ناهنجاری داشته باشه. وقتی دندان‌های بالا و دندان‌های پایین با هم ارتباط درستی نداشته باشن، میتونن باعث سردردی‌هایی بشن به خاطر از اینکه دندان‌ها همون بالانس درست و راحت ندارن و نمیتونن روی هم درست قرار بگیرن. در نتیجه عضلات جویدن کوشش میکنه اونا به هم مرتبط بسازه و فشار بده دندان‌های بالا و پایین به هم و در نتیجه درد ناحیه شقیقه و درد گوش و درد سرهای در شما ایجاد میکنه. برای حل از این مشکل حتما باید دندان‌ها بالانس بشه و ناحیه‌ای که بلندتر قرار میگیره در فک شما در حالت جویدن باید اصلاح بشه. در حالت‌های سوم که به وجود میاد در سنین بالاتر هست. وقتی دندان‌ها یک طرف یا دو طرف کشیده میشه، معمولا میتونه باعث سردردی ها بشه، چون اتکای آخری دندان‌ها از هم فاصله میگیره و دندان‌های بالا و دندان‌های پایین در آخر نمیتونه به هم مرتبط بشه. در نتیجه باعث از این میشه که عضلات فشار بیش از حد رو مفصل فک بالا و پایین بیاره و باعث سردردی‌ها در یک طرف سر و یا هر دو طرف سر بشه. سردردی ها معمولا از طرف عصر ایجاد میشه
و تقریبا همه روزه این سردردی ها وجود خواهد داشت و روزهایی که استرس و فشار کاریه یا اضطرابی وجود داره این سردردی ها خیلی شدید اتفاق میفته. درمان هر کدام از اینا نیاز به یک بررسی کامل تخصصی داره که هر کدام باید همون دندان ها کامل چک بشه، ارتباط از اینو با فک مقابل و ارتباط درستی ایجاد بشه بین دندان های پایین و بالا و این میتونه برای همیشه سردرد را از بین ببره خیلی راحتی و هر کدام از حالت ها یک طرح درمان و یک تداوی مختلف داره. غیر از این مواردی که خدمت شما گفتم، موارد کوچک دیگه هم هست که کمتر اتفاق میفته منتها میتونه ایجاد بشه. مثلا در کسایی که دندان بروچه داره، دندان خود هم خیلی فشار میده و یا از یک ساییدگی بیش از حد دندانی در این ایجاد شده، میتونه باز هم در اون سردردی های به وجود بیاید. در ناحیه شقیقه، ناحیه مفصل صداهای مفصلی میتونه وجود داشته باشه در بازگشت کردن جوف دهن. اینا کلن باید برای حل از این مشکلات یک متخصص دندان مراجعه میکنه که خیلی کم معمولا حدس زده میشه در بخش دندان مرتبط باشه، بنابراین زیاد رجعت داده نمیشه و در نتیجه به سمت داروهای خیلی قوی عصبی معمولا سوق داده میشه و این میتونه برای آینده زندگی نرمال یک کمی چالش ساز باشه. ممنون از توجه شما.